دوباره اومدیم به یه قسمت دیگه از بازی اساسنز کرید والهالا، مرحله نایت اند دی. میدونم بیشتر دوستان سخته براشون، معماه یه جورایی. امروز اومدیم با آموزش حل مرحله نایت اند دی که اینجا قرار داره. اینجا دوستان اول باید بریم این بر، همونطور که میبینی این جعبه رو باید بشونیم همشونو. کار ساده ای، زیاد کاری نداریم باش. این سنگ رو باید هول بدیم این بر، یه خوردم این بر، بریم این بالا و همونطور که میبینی تمام شد. کار خاصی نداشت. الان به این یه نگاهی بندازه، حل تموم شد. دوستان لطفاً حمایت کنید تا روزای بهتر. تا ویدیوی بعدی گیمر بمونید.